سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان خوب برنامه زلال احکام. سوالای تلفنی زیادی داریم، صدای شما ضبط شده و در انتظارید که صدای خودتون بشنوید، پاسخ سوالتون دریافت کنید. باز میکنیم در برنامه رو با سوال یکی از بینندگان، ببینیم چه سوالی مطرح کردن. با سلام، من از همراهان رئیس جمهور در سفرشون به برزیل بودم. اونجا تو اتاق هتلمون یه شمعدون طلا پیدا کردم. جلوی پنجره هم یه پرده ابریشمی پیدا کردم که اتفاقا همش تو ساکم جا شد. الان که اومدم اینجا یادم اومد که یه ست قاشق چنگال طلا هم توی کشو بود که متاسفانه جا موند. الان عذاب وجدان دارم که چرا اون رو جا گذاشتم. در این رابطه وظیفه من چیه؟ ممنون. خب الحمدلله باز این وجدان بیدار شما رو آزار داده و توجه داده است به این مسئله که ببینید وظیفتون چیه. اگه واقعا همین نبود و همین جوری شما بی خیال میگذشتید تا آخر عمر بدهکار میموندید و آخرت گیر بودید، اولا خاک بر سر دل دزدت کنن که از میون اون همه جنس قیمتی فقط 2 شمعدون آوردی. بدبخت تو اینجا بودی اختلاس 3 میلیاردی میکردی، بعد کوبیدی رفتی برزیل یه پرده بلند کردی. بله، اما شما میتونید آدرس هتل رو به من بدید، بنده در سفر بعدیم به برزیل قاشق چنگال ها رو کف میرم. اگر به هر حال با این توضیحی که من دادم وظیفتون مشخص نشد، با دفتر مرجع تقلیدتون در بازارچه سیدسمال تماس بگیرید، براتون جنسا رو آب میکنه، البته آب کر. بله، سوال بعدی رو بشنویم. من یک دانشمند هسته‌ای هستم. من شنیدم که مقام عظمای ولایت فتوای حرام بودن ساخت بمب اتم رو دادن. با توجه به اینکه ما تو نطنز الان در حال ساخت بمب اتم هستیم، تکلیف ما چی میشه؟ فتوای مراجع معظم تقلید این است: چون مقام عظمای ولادت مرجع تقلید خارج کشوری ها هستند، این فتوا رو هم برای خر کردن 5+1 و آژانس و اینها صادر فرمودن. بنابراین شما به فتوا کاری نداشته باشید، به همان غلطی که می کردید ادامه بدهید. اما نکته دیگر، اصلا برای چی زنگ زدی؟ مطرح کردن این سوال قطعا حرام است. با طرح این سوال به این صورت دیگر وظیفه از شما ساقط است و شما باید فقط با وزارت اطلاعات تماس بگیرید تا اونها وظیفهشون رو انجام بدن. بله، اگه فرصت داریم یه سوال تلفنی دیگه هم بشنویم. من جزو هیئت مذاکره کننده با 5+1 هستم. ما الان چند دوره داریم مذاکره میکنیم، از این کشور به اون کشور میریم و ولی به نتیجه نمیرسیم. میخواستم بدونم اگر این دور هم در حین جلسه مذاکره طرف مقابل با خواسته های نظام موافقت نکرد، تکلیف ما چیه؟ خب خیلی ممنون. به هر حال شما اونجا زادگاهتون نیست، وطنتون نبوده، الان هم وطن شما نیست. چون اونجا زندگی نمی کنید، برای شما که اونجا تشریف میبرید، نظر مراجع تقلید این است که شما باید بنا را بر کش دادن بگذارید، یعنی احوط آن است که مذاکره تمام نشود. شما می توانید وسط جلسه نماز جعفر طیار بخونید یا اینکه پیشنهاد بدید محل مذاکرات بعدی در شلمچه باشد و به 5+1 پیشنهاد شرکت مجانی در کاروان راهیان نور هم بدید. ولی حالا یه جزئیاتی هم مسئله داره که شما میتونید با دفتر مرجع تقلیدتون تماس بگیرید یا با عالمی در محل مراجعه کنید، مثل آیت الله جک استرا که راهنمودهای لازم رو به شما بده. فرصت به پایان رسید. شما را به خدای بزرگ میسپاریم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.